خوش اومدید به ویدیو جدید بعد مدت ها، تقریبا 2 ماهی که ما نبودیم. دوری ساعت هم تقصیر شده. نه اگر خواستید کسی رو تو کامنت ها فوش بدید تقصیر اینه. همش رو قبول ندارم، ولی حالا تا یه جزئی اشاره اساس کشی بود، جنگ بود، داستان بود. چون امروز اومدیم که با هم دیگه بریم یه دونه ویدیو جدید داشته باشیم درباره اینکه تو سوپری انسان‌های زیادی قراره که بریم تو سوپرمارکت با 100,000 نفری بودجه 100,000 تومان، هر کدوممون 100,000 تومان پول داریم، بریم که ببینیم کی میتونه بیشترین کالری رو بخره و بخوره. اینجا رو داشته باش شما. این پر از کالری تموم شده رفت. و هر کسی که نتونه این کالری ها رو بخوره تا اونجایی که خورده حساب میشه. مثلا نصفشون رو بخوره خفه شو دارم توضیح میدیم که ببینیم کی میتونه بیشترین کالری رو با بودجه 100,000 تومان بخره و بخوره، ولی باید کامل بخوریم. اسپانیا صدر جدولن. خب پس بریم تو ویدیو بریم تو سوپرمارکت بقیه‌شو بهتون نشون میدیم. خیلی ممنون آقا ابراهیم گل عزیزی سوپرمارکت دومینو. قربان شما. آقا بفرما شروع کن. بذار من با این وریه برم این وریه به صرفه ترم. مانی جان دنبال چی میگردی؟ اینا چی؟ نه اینا نداره. کیک آقا باید در حاله داداش اونو نباید بپیچونی. کالریاش فقط کجا میزنه؟ پشتش نوشته یه آموزش تو ویدیو بده بچه‌ها. اینجا نوشته هر وسیله کلوچه گردویی 100 گرم انرژی 401 کیلو کالری، یعنی 401 کیلو کالری داره. آها باریکلا. اون وقت میگن ویدیو آموزشی نیست. ما این داری کلی به درد نمی‌خوره. میخوام ببینم چون خوشمزه است برش میاد. آقا حواستون به بودجه باشه. آقا برنامه شما چیه؟ حواسم هست. گیرونه. ببین چیکار کنیم؟ من با صحبت می‌کنم. میشه داداش آدم وایساده نمیتونم بگیرم روشون. خب یادم ای بابا. آها یه چیز نوشیدنی باید برداری باهاش که می‌خوای بخوریشون راحت بره پایین. آها تو اصلا به فکر یه چیز دیگه ای. به عشق و حال خودم. اینا چقدر کالری داره؟ کالری بدید. دوستان من برنده واقعی اصلا داشت تو ثابت شده ای. دیدم که هر کی ببینه میگیره. تو ثابت شده ای دارم. ببینم چی دیدی. نداره فکر نکنم. کالری زیاد چرا خرید؟ من نمیخوام. من دوستم. آقا راست میگه این با سس مشکل داره. مانی بهشتشو پیدا کرد. کالری تشنم شد. تو چی کار میکنی؟ قیمت نداره آجی. تو قیمت میبینی؟ کالری قیمت خوب اینجا داره. نمیخوره که. مانی رو نگاه اومد. ببین چی میگم؟ یه چی میگی؟ قیمتی باید بخوره دیگه. میاریم چقدر؟ 20 تومن بیشتره. حالا 5 تومن بالا پایین من ردت میکنم نگران نباش. هیچی اتفاق خاصی نیفتاد. مانی داره خوب جمع میکنه ها. درسته. چقدر دارم؟ من پول دارم باز. نه تو پولی. حالا 5 تومن بالا پایین من ردت میکنم نگران نباش. من اینو میذارم. آقا سریع باشین.
نه نداره اورو، یعنی چیز های با اورو 150 کیلو کالری. بابا برای کلا من خریدمو میخوام کردم. سرعتی ترین خریدو بکنم. بیا برو. ببین ما اول شکلات بخریم. خب وایس ببینم شکلات. آقا سالی داره با برنامه پیش میره. 16 تومن. کالریش چقدر مونی؟ کالریشو پشتش میزنه فکر کنم. این لا رو واکن. لا رو واکن. نه بارکالله. خب چربی، قند، انرژی 300 یا 200 300 خورده یالا 300 کالری داره. ببینید با برنامه باشه. بیاد باختیم. یه چی برداشت 300 کالری داره. قیافه‌شو دیدی؟ آقا یه دقیقه صبر کن. من شاید چیپسمو بخوام عوض کنم. یه دقیقه برو. نه چیپسمو فقط میخوام عوض کنم با یه چیز دیگه. کرانچی فلفلیشون دوست دارم. کرانچی فلفلی 167. من کرانچی فلفلیم. آقا من چیپسمو با کرانچی عوض کردم. مغازه رو شما بگی، کارو بگی، همه چی داره. همه چی. اصلا بیاتو نگاه کن. بیات داره. کیوت بودن مهم نیست، مهم ادبه. یا بیات داره. چربی کد اطلاعات فلان. باید داداش 100 تومن نشد. این نمیارزه ولی من به خاطر خوشمزدگی اینو برمی‌دارم. اینجا اسپانیا صدر جدولن. میدونی به نظرم چی وردا؟ چقدر کالری داره؟ 150 تا. همونو وردا. بریم. بابا نوشابه چرا کالریش کم شده؟ نوشابه مگه چند بود؟ 147. ببین شیرکاکا و آنتاپ. داشت این خدا بالا 100 تومن. خب سالی تو چی شد خریدار؟ همین؟ یعنی میخوای بگی با همین میبری؟ با همین برندم. مهم اینه انتخابت درست باشه نه اینکه زیاد. من گوشتم بود. اونجا برام مهم نیست. ببینم خریدت مثلا راستی از اسپانسر ویدیو تشکر می‌کنیم. بعد قرار همه رو حساب کنه. آفر ما روزانه 5% تخفیف برای کل جنسامون و آخر هفته 10% برای کل محصولمون تخفیف داریم و بعضی از جنسامون از 5 تا 50% تخفیف داریم. حتی نوشیدنی داریم، یه دونه میخری 2 تا میبری، پول یکشو میدی 2 تا میبری. بریم حساب کتاب محصولات سالی. بسم الله الرحمن الرحیم. تا 10 تومن بالا پایین جا داشتیم دیگه. 59 شد 10% تخفیف 52 تومن. حاجی با کمترین قیمت به خدا بود. وای اگه ببره جدی با 52 تومن. ببین من گفتم اینجا اسپانیا برترن. اسپانی جماعت میدونه چی بخره. سلام. آره شما خوبه؟ چی میخوای بکشی؟ هیچی کارتا رو یکی کردیم. گفتم بیات اسپانسر. 109 109 برای بیات 10 تومن 98 تومن 98 پایین تو کجایی؟ خب اینم بود. سالار با 59 تومن ببره جدی ناراحت میشه. نه فکر نکنم. من یه چیزایی که من دیدم اون شما 118 شد که 107 تومن. آقا من 7 تومن بالاتر اوکیه بچه‌ها. آره، اوکی. خب آقا ما اومدیم خریدامون رو آوردیم. آنباکسینگ. چرا نمیری؟ چرا تموم نمیشی؟ و میخوریمشون. ماشین حساب بیارم. خوراکی ها رو میریم میخوریم. سری باش سری باش تایم ویدیو زیاد میشه. انرژی 150 بله 250 نه الان من 150 250 با خیلی کوچیکه 211 نه 211. ای بابا خب چقدر شد برای سالاد؟ 311. 611 کالری سالاد. حالا برای من 167 بنزن اینو بنز و بوگاتی 167 باش بعد به اضافه 410 بله نه بخش 401 خب اصلا خیلی فرقی هم مثلا. بعد به اضافه 150 به اضافه 125 یا 145 125 زیرو می آوردی 843. خب باختی تا آقا سالار 843 با من یه مشکلی من حلقوله خور نیستم خب بده برای بیات هم بگم
رایات اینش که مثل منه 167 وایسا 167 148 143 112 570 برای من چقدر بود؟ 800 من 611 بودم. 843 من 843 آقا من خوردنشه. بیشترین کالری رو دارم ولی مهم کی میتونه همه شو بکنه وای بچه‌ها خوشمزه است. بیا دادیم خور. اینو بگیر برو کپک زده بعد. اینو بگیر اینو بده اینو بده اینو بگیر اینو بده اینو بگیر اینو بده اینو بگیر اینو بده بخورید الان. چی شد؟ اینو بده اینو بده اینو بده اینو بگیر من دیگه نمیدم. من اونو اینو بده. می‌خواستم. بابا اینو بگیر اینو بده اینو بگیر بخور رسپکت به سوئیل سولوای گل من خیلی یه دوستش دارم شکم و قول میدم یه روز ببینمش بهش یاد میدم. چون میدونم که میتونه انجام بده. خب آقا ما اینا رو خوردیم قند میگن فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه با همین قد و قواره 800 و خورده 814 کالری فکر آره کنم همون خوردم اولم 611 من ببین میدونی چیه؟ من کالری کم بود دیگه برای سلامتی داشتم. این استقلال آره این استقلال داشتم برای سلامتی بازی می‌کردم. ویدیوی بعدی اول از همه این که سعی کنید این ویدیو رو حمایت کنید لایک ساب. یه مدت نبودیم اگه میشه یه ذره حمایتاتون رو ببرید بالا ویدیو بعدی فردا ویدیوی قدامینی خودمون رو به ترازو وزن میکنیم وزنمون رو توی 2 ساعت باید کم کنیم هر کی بیشتر بتونه وزنشو کم کنه برنده است فکر کنم بازم خودم آخه چیزی نداری کم کنی. ما یه ذره بدویم حداقل عرق میکنیم کم میشه. ساده ای جواب من میرم پس تا یه ویدیوی دیگه فعلا خدا حافظ